سلام دوستان، حالتون چطوره؟ ویدیوی امروزمون درباره 3 چهره محبوب هالیوود هستش که قبلا وسط تئاتر کشتی کج میدیدیمشون که مثلا دارن همدیگر رو تیکه پاره میکنن، اما حالا کشتی کج رو گذاشتن کنار و وارد سینما شدن. دیو باتیستا، جان سینا و دوین جانسن یا همون راک. در ادامه میخوایم به این بپردازیم که کدومشون محبوبتر، پولدارتر و مهمتر از همه در هالیوود موفق‌تره. بریم که داشته باشیم. این 3 نفر شاید روابط خیلی خوبی با هم نداشته باشن، ولی اشتراکات زیادی دارن. یکیش همین که بدنسازی رو 3 تاشون به صورت حرفه‌ای انجام میدن و با سازمان‌های بدنسازی و فیتنس در ارتباطن. مثلا تو همین مسابقات سال گذشته مستر المپیا که بدنساز خوب کشورمون هادی چوپان هم تو شرکت داشت و سوم شد، باتیستا یکی از مهمانان ویژه مراسم بود. یه نکته دیگه که در 3 تاشون مشترکه، بازی کردن تو فیلمایی که بر اساس کمیک بوک ها هستن. مثلا راک با نقش بلک ادم در دنیای دی سی حضور پیدا کرده، جان سینا با نقش پیس میکر باز هم در دنیای دی سی و باتیستا با نقش دراکس و دیسترویر در دنیای مارول حضور پیدا کرده. اگه بخوایم یه رتبه بندی بر اساس موفقیتشون هم در هالیوود بگیم که کار خیلی سختی هم نیست، راک بدون شک اوله، باتیستا دویمه و جان سینا هم آخر. دوین جانسن کار بازیگری رو از سال 1999 و با فیلم دمامی یا همون مومیایی شروع کرد و خیلی سریع خار و مادر پله‌های ترقی رو به هم پیوند داد. این بازیگر همینطور در چند سال اخیر با فیلم‌های اکشن تجاریش همیشه بین پردرآمدترین بازیگرای هالیوود بوده. برای مثال از سال 2017 تا 2018 راک با بازی تو فیلم‌های بیواچ، اسکای اسکرپر، رمپیج، سری و خشن 8 و جومانجی 1 مارک والبرگ رو گذاشت تو جیب عقب و با 124 میلیون دلار درآمد تو دنیا اول شد. دوین جانسن چند سالیه برای هیچ فیلمی زیر 20 میلیون دلار نمیگیره، چون که همه از جمله فیلمسازا میدونن که جامعه طرفداری بزرگی پشتشه و هر چقدرم که فیلمش بد باشه بازم شکست نمیخوره. به خاطر همینه که اینقدر بالا میگیره و ستاره‌ایه که با اطمینان میشه روش سرمایه گذاری کرد. حالا بحث حقوق جدای از شرایطیه که تو قرارداداشون مینویسن. یکی از شرایط رو میگم که پشماتون بریزه. در قرارداد راک برای فیلم رد نوتیس قید شده که به ازای هر 25 میلیون دلاری که این فیلم در باکس آفیس سود میکنه، 1 میلیونش باید بره تو جیب آقای دراک. سرمایه خالص راک هم چیزی حدود 800 میلیون دلاره. سرمایه خالص ما هم چیزی حدود 1 کیلو پشم مجعده. راک همونطور که در دنیای کشتی کج از محبوب ترین ها بود و جزء اساطیر این حرفه هم شد، در هالیوود هم تبدیل به سوپر استار شده. البته این انتقادی که فیلم‌های راک صرفاً سرگرم کننده هستن و هدف تجاری دارن همیشه باهاش بوده، اما به هر حال در این ژانر فوق‌العاده عمل میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ قسمت بعدی، اگه تا اینجای ویدیو لذت بردید و از محتواش خوشتون اومده، حتما لایک بکنید، کامنت بذارید و از همه مهمتر کانال سنس مووی رو سابسکرایب کنید. خب میریم به سمت نفر دوم از لحاظ موفقیت، یعنی باتیستا بام. باتیستا که تو این گروه 3 نفر از همه کلوفتره، تونسته به خوبی خودش رو به یک ستاره در هالیوود تبدیل کنه و با کارگردان‌های بزرگ در فرانچایزهای بزرگ مثل نگهبانان کهکشان، دون و بلید رانر کار بکنه. سم مندز، دنی ویلونوف، زک اسنایدر و جیمز گان از جمله کارگردانایی هستند که با باتیستا همکاری کردند. از بین این کارگردانا دنی ویلونوف کلاً باتیستا رو گذاشته تو لیست ثابت بازیگرای فیلماش و جیمز گان هم همیشه از توانایی بالا و متعهد بودن باتیستا گفته. باتیستا و جیمز گان هم که میدونید دیگه تعصبی داداشی ان. تو قضیه اخراج جیمز گان از پروژه نگهبانان کهکشان 3، باتیستا با بجون خریدن احتمال بایکوت شدنش توسط هالیوود به صورت همه جانبه از جیمز گان دفاع کرد و گفت که اگه جیمز کارگردان نباشه منم بازی نمیکنم. بنابراین به ضرس قاطع میشه گفت باتیستا بود که باعث شد دیزنی از اخراج گان منصرف بشه و پروژه رو با این کارگردان همونطوری ادامه بده. نکته‌ای که در مورد عمو باتیستا مهمه اینه که همیشه گفته هدفش در هالیوود این نیست که تو کل فیلم‌ها نقش اول کله گنده و آدم خیلی قوی و گنگو داشته باشه، بلکه هدفش بازی در نقش‌های احساسی معنادار و عمیقه تا توانایی بازیگری خودش رو به رخ بکشه. با
باتیستا یکی دو باری هم با صحبت درباره راک و جان سینا حاشیه‌ساز شده. این هنرپیشه نمایش راک رو فقط فیزیکی دونسته و گفته که راک اصلا بازیگر بزرگی نیست. حتی چند سال پیش در جواب یه پیام توییتری کل سری فیلم‌های سریع و خشن و عواملش رو که یکیش راک باشه شست گذاشت کنار. قضیه از این قراره که یک نفر تو توییتر از باتیستا خواسته بود که اون هم در فیلم سریع و خشن 9 که راک و جان سینا توش حضور داشتن بازی کنه. اما باتیستا در جواب به این طرفدار میگه که ترجیح میدم تو فیلم‌های خوب بازی کنم. فیلم‌های خوب. دیو باتیستا برای بازی در فیلم‌های نگهبانان کهکشان 1 و 2، انتقام جویان جنگ ابدیت و انتقام جویان پایان بازی مجموعاً رقم 8.5 میلیون دلار رو دریافت کرده و سرمایه خالص 16 میلیون دلار رو داره. از شرایط کاری راک گفتیم، یکی از شرایط قرارداد باتیستا رو هم بگیم که از قبلیه کم نداره. باتیستا تو مصاحبه با دوربین مجله منز هلس گفت با توجه به رژیم‌های غذایی متعددی که داره، سر فیلمبرداری همه فیلم و سریالاش باید هر 3 یا 4 ساعت یک بار غذای درخواستیش براش آماده بشه. و اما نفر آخر لیست و همینطور نفر آخر این ویدیو، جان سینا با سرمایه خالص 60 میلیون دلاریش مثل راک و باتیستا تو بلاکباسترهای متعدد حضور نداشته و بیشتر ثروتش رو از کمپانی تئاتر WWE به دست آورده. بهترین اثر جان سینا هم سریال پیس میکرش هستش که فوق‌العاده بوده و ساخت کمپانی دیسی فیلمزه. به عنوان نکته پایانی، با اینکه این بازیگر تو عالم سینما چندین فیلم کم ارزش پلیسی بازی کرده و در مجموع پرونده درخشانی نداره، اما با توجه به آثاری مثل سوساید اسکواد میشه امیدوار بود که در آینده وضعیت بهتری در سینما نصیبش بشه.